اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اینک برادران و خواهران عزیز، ما با شما در این رساله که خوانده ایستاده بودیم در سیوم بحث هستیم. الله هر یکی ما و شما را در خصوص علم، عمل، اخلاص موفق گرداند. آمین. درسی که ما آمدیم، این درس درباره شرط اسلام، شرط اسلامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث خود این را با مختصراً به 5 تقسیم کرده، به هر یکی ما و شما نقل کرده، روایت کرده هستند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. این حدیث خیلی که میدونید، بنی الاسلام علی 5: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و الحج و صوم رمضان. در این حدیث شریف خیلی که پیامبر روایت کردن 5 خصوص را به دست گرفته هستند پیامبر خداوند. ولی یکم خصوص شرط اسلام در این حدیث شریف، یکم خصوص شهادت آوردند، یعنی که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. شهادت میدهم که غیر از الله یگان اله نیست، یگان اله نیست که لایق بر عبادت باشد، لایق بر ستایش باشد، لایق به دعا باشد، یگان اله نیست. و دوم شهادت میدهم که پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رسولی است، پیامبر است. بله برادران عزیز، این دو کلمه که یک جمله که در ضمن خود دو قسم را برهم میگیرد، یکم شهادت دادن برای الله، یگانگی الله، دوم به پیامبر بودن محمد صلی الله علیه و سلم. بله برادران عزیز، این دو چیز را امت اسلام، اهل سنت و الجماعت یگان بار، یگان دفعه، یگان وقت جدا نمیکنند. کسی که پیامبر خداوند را تابع شد، الله را حتما تابع شده است. من یطع الرسول فقد اطاع الله. کسی که پیامبر را اطاعت کرد، پیامبر را پیرو شد در خصوص عمل، در خصوص گفتار، در خصوص تربیت، در خصوص تجارت، در خصوص سیاست، در خصوص همه چیز، در خصوص فکر، در تمام خصوص ها، وقتی که انسان مسلمان پیامبر را تابع شد، حتما که امرهای خداوند را تابع هست. بعضی انسان ها، بعضی فرقه های هستند که مسلمان ها را از پیامبر کندن میخواهند، لیکن صراحتا این لفظ را نمیگویند. میگویند که پیامبر وظیفه خود را کرد و رفت، ما فقط الله را اطاعت میکنیم، ما فقط الله را بینیم، فقط قرآن را بینیم. از بین پیامبر را دور کردنی هستند. این مقصد اساسی این انسان ها، یکی خادم شیطان ها هستند، ما و شما را از الله دور کردنی هستند. لیکن در ظاهر قول میگویند که ما شما را به الله بردنی هستیم. پیامبر مثل ما و شما یک انسان هست، انسان نیست که ما تعظیم کنیم برایش. حتما از این شخص ها، از این طایفه ها، مسلمانی که زیرک است، مسلمانی که فهمیشش عمیق است، صاحب بصیرت است، پیامبرش را دوست می‌دارد، حتما این قول را رد میکند. یکم قسم این. و دوم قسم و اقام الصلاه. بعد از کلمه شهادت از همه چیز مهمتر نماز است. و اقام الصلاه، نماز خواندن است. این امر نماز خواندن در قرآن کریم است. و اقیم الصلاه، این امری که الله برای ما و شما گفته است در قرآن کریم است. دلیل این نماز خواندن در قرآن، در کلام پیامبر الله متعال است. انسانی که دعوای کرد و گفت که من مسلمان هستم و این انسان در خصوص دعوایش آیا صادق است یا که صادق نیست، الله نگاه میکند. ذاتی که من مسلمان هستم گفت و دعوایش را ظاهر کرد و به هر کس اعلان کرد، این ذات باید به عمل چنگ زند، عمل را ترک نکند. یکم عمل از همه عملی قیمت بها این نمازی که الله متعال 5 وقت امر کرد. نماز را الله میتونست که 100 وقت یا که 1000 وقت امر کنه، لیکن به حکمت الهیش نماز را برای این امت محمد صلی الله علیه و سلم 5 وقت کرد. بعضی انسان ها هستند که بعد از ایمان آوردن در خصوص عمل، یعنی در خصوص نماز تنبلی میکنند. در خصوص نماز تنبلی کردن این یکی از اخلاق های منافقه است که در بحث قبل گپ زدیم. یکی از اخلاق های منافقه است. ما نمیگوییم که کسی که در خصوص نماز تنبلی کرد تو منافق هستی. این یک ادعایی که بسیار خطرناک است. لیکن کسی که در خصوص نماز خواندن و جماعت رفتن تنبلی میکند، در این خصوص وای انسان یکی از وصف های نفاق را، منافقی را به خود کشیده است. لیکن انسانی که در خصوص نماز، در خصوص جماعت و سابقون الاولون، یعنی که پیشرو هست، مسابقه میکند با دیگر مسلمان ها، این ذات یگان وصف نفاق را ندارد. و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. سوم این شرط اسلام این است که زکات را دادن. زکات مال را تازه کردن، از 41 مال را دادن. بله، زکات شرط های خود را دارد. وقتی مال شما به یک نصاب رسید و حولان الحول، یک سال
گذشت و این بحث عمیق‌تر است، چقورتر است. ان شاء الله در آینده در مستقبل کتاب فقه میخونیم، این بحث ها رو به شکل مناسب ایضاح میکنیم ان شاء الله. چهارم این است که والحج، حج کردن. حج هم یک شرط و شرایط های خود را دارد. چطور باید عبادت کنید، کجا را روید، کجا را زیارت کنید، چند بار طواف کنید. اینها هم تفصیلات این کلمه ها را در کتاب فقه ان شاء الله میخونیم. و صوم رمضان، در یک سال یک ماه روزه داشتن، خود را از خوراک، از جماع، از نوشاکی ها دور کردن. این یک قسم ظاهری است. خود را از غیبت، از جایهای حرام، از چیزهای حرام شنیدن، پای خود را، دست خود را، چشم خود را دور کردن، اینها هم سبب است که روزه انسان را به شکل کامل برساند. علم فقه که تعلق دارد به عملی مسلمان ها گپ میزند از دیدگاه ظاهر، لیکن شریعت نه تنها از ظاهر نگاه میکند، جایهایی هست که از باطن انسان را هم نگاه میکند. مثلا نیت مسلمان عملی مسلمان را معین میکند. با نیت انسان میتواند که عملش را معین کند، عملش را قیمت بها کند یا قیمتش را یعنی که ثوابش را پایان کند یا بالا کند با نیت. انما الاعمال بالنیات. بله برادران و خواهران عزیز، در این حدیث شریف پیامبر خدا برای ما و شما 5 چیز را نقل کردند. یکم کلمه شهادت را آوردند، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. دوم نماز خواندن، 5 وقت در هر روز 5 وقت نماز خواندن. و ایتاء زکات دادن و الحج، حج کردن در عمر یک بار. و صوم رمضان، پنجم شرط اسلام این است که در ماه رمضان روزه داشتن. انسانی که یکی از این شرط ها را ترک میکند، این شرط هایی که اساس است، دیگر شرط ها هم هست در اسلام، این شرط هایی هست که اولی است، یکی از این شرط ها را وقتی که ترک کرد، بر اسلام این یک نقصان آمده است، بر دین این ذات یک نقصان آمده است، یک ضعف آمده است. نگاه کنید، یک خانه است که 4 جای اساس دارد، استلبه دارد، جای اساس دارد، فوندامنت دارد. یکی از قسم های خانه یعنی که فوندامنت خانه، استلبه خانه شکست یا ریخت یا که کفید، این خانه آیا در جای خود ثابت می ایستد؟ یا که انسان هایی که در این خانه زندگانی میکنند در درون خانه آیا در امنیت هستند؟ البته و البته نیستند. انسان هایی که پایه دین هایشان شکسته است، مثل که بعضی انسان هایی هست که نماز میخوانند لیکن زکات نمیدهند، بعضی انسان هایی هستند که ایمان آوردگی هستند نماز نمیخوانند، بعضی انسان هایی هست که ایمان آوردن نماز میخوانند، زکات میدهند، حج نمیروند، یا که حج میروند روزه نمیدارند. این امرهای الهی گوناگون است و امرهای الهی یکتانه است. وقتی که یک امر الهی را به جای آوردیم، با این خود را از دوم امر خلاص کرده نمیتوانیم. حتما از دوم امرم پرسیده میشویم برای چی این دوم امر را نکردی؟ برای چی یکم امر را کردی دوم امر را ترک کرد؟ الله متعال میپرسد. الله در خصوص عمل، در خصوص فهمیدن دین، هر یکی ما و شما را با حریص، با خواهشمند گرداند. والحمدلله رب العالمین.